خب سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که احوالتون عالی باشه. یک لایو ترید دیگه داریم روی آدا که تایم فریم 1 دقیقه و ببینیم که چی میشه. دوستان به مناسبت ایام محرم من لایوی نذاشتم توی یوتیوب و الان باز با قدرت ادامه میدیم که و سعی هم میکنیم که حداقل روزانه یک لایو ترید برگزار بکنیم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. آدا USDT تایم فریم 1 دقیقه و معامله باز شده. ببینیم چی میشه. بذارید این محدوده من مشخص بکنم که خب پرقدرت داره میره به سمت تارگت و بقیهش دیگه مشخص نیست که آیا برمیگرده به سمت استاپ یا نه. خب تا این معامله داره انجام میشه من یک مطالبی رو خدمتتون بگم. اینترنت رفت، ببینیم برمیگرده. بله برگشت. خب ببینید توی بازارهای مالی من خودم به این نتیجه رسیدم که آقا یک استاپ و یک TP که آربار 2 داشته باشه کفایت میکنه. یعنی نمیام هیچ وقت ریسک فری کنم یا بقیه موارد، این کارا خوبه نمیگم بده، اما برای این استراتژی که اسمش تریدینگ زون هست من ریسک فری نمیکنم، چون این ریسک ریوارد هایی که میگیریم 1 به 2 هست و من اگر ریسک فری بکنم عملا بازدهی استراتژی رو میارم پایین. پس به خاطر همین ریسک فری نمیکنم. کندل قرمزی زد باز رفت بالا، ببینیم چی میشه. و این استراتژی هم اینم بگم که توی سایت قرار دادم براتون، میتونید ملاحظه بفرمایید. اما قبلش شما باید یک کلیپی رو توی سایت ببینید، اسمش هست راز ترید، که قبل از هر کاری من ازتون میخوام که اون کلیپ رو ببینید. به صورت رایگان هم هست، هیچ پولی دریافت نمی‌کنیم بابت اون. شما اون رو ببینید و اول ذهنیت پیدا بکنید نسبت به این بازار، چه شمایی که ضرر کردید و چه شمایی که اول کار هستید. اون رو ببینید و بعدش اقدامات بعدی رو انجام بدید. خب ببینیم همچنان داره اذیت میکنه به سمت بالا. اوف چه کندلی زد. همینطوری میاد، ببینیم استاپ رو میزنه یا نه. نظرتون چیه؟ ببخشید آیا فشار فروش زیاده یا نه؟ یک کندل زد، همه اون کندل ها رو پوشش داد، میبینید؟ خب به سمت پایین سرازیر میشه، ببینیم استاپمون میخوره یا نه. برمیگرده رو به بالا. اگر یک کندل قرمز دیگه همونطوری بزنه استاپمون خورده. توی این معامله استاپمون خورده اگر اونجوری باشه. فکر میکنم این معامله اذیت بکنه. خب میاد پایین، ببینیم که دوباره به سمت بالا سرازیر میشه. ستاپ تریدینگ زون من اسکوئی از آکادمی مالی اسکوئی فایننس و ارز دیجیتال آدا روی تایم فریم 1 دقیقه. که همون طور هم که مشاهده میکنید کل صفحه رو من در اختیارتون قرار دادم که شک و شبهه‌ای توش نباشه. نگید آقا تو ریپلی زدی یا کارهای عجیب و غریب. من فقط این ویدیو رو میگیرم، حالا چه استاپ باشه چه TP بخوره، بعد میام صدا گذاریشو انجام میدم، بعدش منتشر میکنم و هر چی هم که باشه من منتشر میکنم. یعنی اگر استاپم بخورم بازم منتشر میکنم، یعنی اینطوری سوا نمیکنم. ببینیم میاد پایین، یه پایین دیگه زد، خیلی تلاش میکنه که اون محدوده رو بشکنه و استاپ ها رو اونجا اون پایین جمع بکنه. خب اینترنت رفت، ببینیم نه اومد باز. این اینترنت این روزا خیلی داره اذیت میکنه و یک دلیلش هم که واقعیتش رو بگم من توی یوتیوب خیلی حال نمیکنم اینه که آقا کلیپ گذاشتن توی یوتیوب خیلی سخت‌تر از تحلیل کردن. اونجور ناقصه، یعنی اینترنت ادا میده.
خب ببینیم چه اتفاقی میفته. روند نزولیه، این رو هم در نظر بگیرید که آقا من دارم خلاف جهت معامله میکنم. خب یک کندل زد پرقدرت به سمت بالا، ببینیم یک کندل دیگه، ببینیم تیپی میخوره یا نه. یک کندل میخوام، آفرین برو بالا. ببینیم که نه اومد پایین، اما فکر میکنم تیپی رو بزنه، یعنی 1/2 رو ما بگیریم. یعنی اون ناحیه میبینید دیگه اومد، اون ناحیه نتونست بشکنه و بعدش رفت بالا، یعنی اون ناحیه قدرتش اثبات شده است، میتونه قیمت رو بالا بکشه، اصلا میتونه تغییر روند ایجاد بکنه. همون ناحیه تریدینگ زونی که کشیدم اون پایین، اون ناحیه پرپتانسیله. خب ببینیم که میزنه یا نه. فعلا اذیت میکنه. یک به یک رو راحت گرفتیم، اما من میخوام 1/2 رو بگیرم. اون ریسک بریواردی که برای این استراتژی طراحی کردم، یعنی 1/2. اون معاملات قبلی هم که دیدید من گرفتم، اونا تقریبا یک معاملاتی بودن که حالا 70-80% من مطمئن بودم که اون ریسک بریواردو میدن. اونم به وسیله این تریدینگ زون. فکر نکنید یک استراتژی دیگه در کاری، نه، همش از این استراتژی نشأت میگیره و امیدوارم که همینطور ادامه پیدا بکنه. خب ببینیم که چه اتفاقی افتاد. کندل بسته شد، کندل بعدی باز شد. اگه یک کندل دیگه بزنه تمومه. فعلا داره اذیت میکنه، هی بالا و پایین. منم معامله رو نمیبندم که ببینم استاپ میشه یا تارگت میشه. یعنی 2 تا من فیلد دارم، 2 تا تارگت دارم، یا استاپم میخوره یا اون تارگت بالایی میخوره. خب ببینیم به بالاترین نقطه خودش رسید، ببینیم میتونه رد بکنه اونجا رو یا نه. به نظرتون چی میشه؟ برمیگرده یه تارگت میزنه، چی میشه؟ ای بابا این اینترنتم. یعنی اونقدر افتضاحه که این تحلیل کردنه برای من راحت تر میاد از کلیپ گذاشتن روی یوتیوب. عجب وضعی شد. مونده ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببخشید. خب یه حرکت، گوشه من زنگ خورد، شرمنده. یه حرکت، ببینم نتیجه این معامله، نتیجهش چی میشه. خیلی هم میگن آقا ببند، اما من نمیبندم. منتظرم همچنان میاد پایین، ببینیم آخرش میزنه یا نه. برخلاف 2 معامله قبلی الان میبینید چقدر اذیت میکنه کندل ها. توی اون 2 معامله قبلی خیلی زود به تارگت رسیدیم. خب اگر یک بار دیگه بتونه خودش رو بکشه بالا، معامله بسته میشه و همچنان منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. تایم فریم 1 دقیقه، ببینیم که تارگت رو میزنه بالاخره یا نه. اگر برگرده من بازم معامله رو نمیبندم. خب چه اتفاقی افتاد؟ کندله یه حرکت ریز دیگه. ای بابا
برگشت به سمت پایین و باز هم فاصله گرفت از تارگت. اما خوشبختانه برمیگردونن گیمت رو. ببینیم که چه اتفاقی میفته. معامله پردیسکی بود و نفسگیرم بود و اذیت کننده هم بود. زد خوبم زد. خب این هم از لایو ترید امروز. ممنونم که با من همراه بودید. خدا نگهدارتون.